علم دنیا علمی سماوی هست، علمی از آسمان آمده است. بنابراین شیخ الاسلام گفتن که کان یقال، گفته میشد که اصل علم طب هم از بعضی پیغمبرها آمدگی است. حتی پیغمبر عیسی که پیش از پیغمبر ما مبعوث شدن به یک مردم پیغمبر شدن که در علم طب ترقی کرده بودن و وقتی که معجزهشون با علم طب که آمدن مردم در حیرت گذاشتن. مثلا برای یک درست کردن بیماری پس چقدر سالها با گیاها پوست رو می سوزانیدند و مهنت میکردند و کوشش میکردند طبیبا. بالاخره در مدت 20 سال یا 40 سال اون پوست کمتر رنگش دیگر میشد، خرسند میشدن که یعنی که طب ما نتیجه داد. یا به کلها طبابت ها میگذارندن موی میبرآمد. حضرت عیسی آمدن همین کل با دستشان یک مسح میکردن کل موی میبرآورد در حال. پنسه با دستشان مسح میکردن در حال درست میشد. مسیح عیسی گفته شدن، بنابراین مسیح از کلمه مسح، یا مسح میکردن در حال طبابت میشد. چقدر که پیامبر صلی الله علیه و آله به چشم حضرت علی توف کردن از آب دهان مبارکشان که در حال درست شد و بهترینی دو چشمش شد، یعنی در حال درست میشد. یعنی طبیب ها دیگه دو زانو نشستن در روبروی طب حضرت عیسی علیه السلام. بنابراین علم دنیا اصلش از آسمان، از نزد الله تعالی آمده است. اون برای مشرق و مغرب زمین برابر است. این علم ها مال کسی نیست. این علم ها حد و سرحد ندارد. دین، علم، اینها مال کسی نیست. اینا عموم هستن برای تمامی بشریت.